اما دومین نوع توسل به اعمال صالح خودت. آیا شده در زندگیت یک کار خیری، عمل صالحی تو پرونده‌ات هست که 100% به خاطر خدا انجام داده باشید؟ 100% از دلت مطمئن باشید که این 100% به خاطر خدا انجام دادم. اگر دادید برگ برنده دستته. هر وقتی همون کار یادت بیاد دست بلند بکنی خدایا اگر فلان روز اون کار خیر، اون کاری که انجام دادم خالص بود برای تو، خودت هم میدونید اون عمل نزد تو مقبول واقع شد، تو قبول کردی، مشکل منو حل کن. و این داستان معروفی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه. 3 نفر در قوم بنی اسرائیل رفتن برای صحرا، حالا برای شکار رفتن، تفریح رفتن. هوا طوفانی شد، به غاری پناه بردن که از طوفان و باد و باران در امان باشن. وقتی که به غار پناه بردن، کوه لرزید، صخره از اون بالا غلطید، آمد در غار رو مسدود کرد. هر کاری کردن دیدن که مسدود شده که در باز نمیشه. سبحان الله، زورشون هم نمیرسه. دیگه 3 نفری با هم نشستن مشورت کردن راه خلاص چیه، راه نجات چیه؟ این صخره که نمیشه، توشه و آذوقی هم که همراه ماست خیلی کمه، مردم هم که از ما خبر ندارن، پس مرگ ما حتمیه. بعد نشستن با هم مشورت کردن تو هر مشکلی سعی بکن منفعل نشید، خونسردی تو حفظ بکنید، مشکل حل میشه. اگر که منفعل شدید، کنترل تو از دست دادید، مشکل پیچیده میشه، دیگه نمیتونه حلش کنید، دیگه اصحاب برای حل کردنش ندارید. بالاخره هر مشکلی یه راه حلی داره. به هم گفتن که بر بگردیم به گذشتمون، نگاه بکنیم در گذشته عمرمون هر کدوم از ما چه کار خوبی خالصانه فقط برای رضای خدا انجام دادیم. هر 3 نفر نشستن یک گوشه‌ای شروع کردن به فکر کردن. تو پرونده خودش داره میچرخه، میدونه کجا خودنمایی کرده، کجا ریا کرده، کجا به خاطر شهرت، به خاطر تعریف و تمجید مردم، به خاطر پست و مقام، به خاطر اینقدر گشتن تو پرونده گذشته 40-50 سالشون تا اینکه هر کدوم یک نکته پیدا کردن. دوباره برگشتن روبرو هم نشستن، هر 3 تا گفتن که هر کدوم یکی پیدا کردیم. اولی گفت برو بنشین رو به خدا دست بلند کن، همین خوبی که به خاطر خدا انجام دادی یه روزی به خدا بگو. اولی بلند شد گفت بارالها، من دخترم مویی داشتم، دنبالش بودم که به حرام تسلیم من بشود. خوب دقت بکنید، وضع مالیم هم خوب بود، اما دخترم موم از من خیلی مؤمن‌تر بود، خیلی خداترس و با خدا بود. من مال و منال دنیا داشتم، تمکین نکرد به حرام. به من میگفت منو به زنی انتخاب بکن، قبول نمی‌کرد. تا اینکه بارالها قحطی افتاد. روزی دیدم که همون دخترم مویی که چند بار من دنبالش بودم و امتناع میکرد، میگفت از خدا بترس، خودش با پای خودش آمده در خونه میگه ای پسرم مو، من دخترم موتم، از گرسنگی دارم میمیرم، مشکل پیدا کردم، کمکم کن. دیدم که فرصت مناسبه، گفتم با همون شرط اولی. خجالت کشید، دخترم مو سرش انداخت پایین رفت. دوباره فرداش برگشت، گرسنگی بهش فشار آورده بود، تنگ دستی. دوباره برگشت گفت شاید پسرمو تو این یک روز نظرش عوض شده. دوباره گفت با همون شرط اولی. مثل مار در خودش میپیچید، خجالت کشید رفت. دوباره برگشت، اما بار سوم گفت پسرمو
شرطت قبولمه، چاره دیگه ندارم، شرطت قبولمه. خوب دقت بکنید، دخترعمو تسلیم شد به خاطر نیازش. پسرعمو دخترعمو رو به جای خلوتی برد تا اینکه فاصله پسرعمو و دخترعمو یک تار مو بود. به جای رسیدن که مرد در کنار زنش قرار میگیره، همسرش در بستر بدون لباس. اینجا بود که دخترعمو فریادی زد، گفت یا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. ای پسرعمو از خدا بترس، این پرده رو کنار نزن مگر با حقش که همون حق باشه. پسرعمو دست و پاش لرزید، از همین کلمه اتق الله بلند شد، لباسش پوشید، هرچی مال اموال داشت رها کرد، رفت به کوه. دستش تکند، اینطوری لرزوند. خدایا تو میدونی که از کنار حرام بلند شدن، اونم دخترعمویی که من سالها دنبالش بودم و اونم تو اون لحظه سخت چقدر مشکله، ولی این کلمه نام تو وقتی دخترعمو گفت اتق الله، لرزه‌ای به بدنم افتاد، فقط خاطر ترس از تو بلند شده. مشکل ما رو حل کن، ما از این مرد نجات پیدا بکنیم. هنوز دستش پایین نیامده بود که خود به خود صخره تکون کرد، نور آفتاب تابید تو غار. رفتن دستشون اینطوری بیرون کردن ولی سرشون بیرون نمیرفت. گفت خب حالا مسئولیت تو تمام شد، تو برو اونجا بشین. نفر دوم آمد جای همون نفر اول نشست، پرونده 40-50 سالشو مرور کرده بود، یک نقطه درخشان تو پروندهش پیدا کرد، همون آورد، دست بلند کرد، گفت بارالله. دقت بکنید، پدر و مادر پیری داشتم، گله داشتیم، من میرفتم دنبال گله، هر شب از گله شیر می دوشیدم، می گرفتم، می آوردم، اول می دادم به پدر و مادرم. پدر و مادرم که می نوشیدن، سیر می شدن، آرام می گرفتن، تشکر می کردم، بعد می دادم به زن و بچه و خانواده و خودم. تا اینکه یکی از شبها شیر گرفتم ولی دیر آمدم به خانه. وقتی آمدم که پدر و مادرم منتظرم نشستن، خوابشون برده. ظرف شیری تو دستم، بچه ها گرسنه میگن شیر، پدر و مادرم خوابیدن. منم دوست نداشتم که به هیچ احدی قبل از پدر و مادرم شیر بدم، به بچه هام و خودم. از اون طرف هم دیدم که اینا خوابن، گفتم خوابشون به هم بزنم، خب ناراحتشون کردم. ظرف شیری تو دستم گرفتم تا نزدیک پاسی از شب پدر و مادرم بیدار شدن. گفتم پسرم دیر کردید. گفت بله ببخشید پدر، ببخشید مادر، این شیر شماست، بنوشید. بچه هم گریه کردن، خواب رفتن. شیر رو دستمه تا پدر و مادرم بلند بشن. خدایا اگر اکرام و احسان به پدر و مادر به خاطر رضای فقط تو بود، و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. هنوز دستشو پایین نیاورده بود، صخره تکون خورد، خوشحال شدن، رفتن سرشون کردن از تو همون شکاف بیرون. سرشون بیرون میره، جسمشون بیرون نمیره. گفت تو بلند شو برو اونجا بشین. نفر سوم بلند شد، گفت بارالله، من اجیری داشتم، کارگری آمد، یه روز دو روز پیشم کار کرد،
روز دوم حساب و کتابش کردم که اینقدر پولت میشه یک هفته، هر چند روز. گفت بذار پولم مزدم پیش خودت باشه، میرم برمیگردم. مزدشو به من سپرد، نگرفت. هی 1 سال 2 سال چند سال طول کشید، نیامد. من این مزدشو به عنوان امانت به خاطر که قیمتش کم نشه خرید و فروش کردم، برای خودش تجارت کردم به نیت خودش. اون کارگره. گله خریدم، گاو فلان، این طرف اون طرف، برده پارچه فلان. خدا تو این مال برکت انداخت. بعد از چند سال که من هم تو سرگردان بودم که این امانت رو من چه کار کنم، حالا خیلی امانت بزرگ شده، رشد کرده. از قضای ربانی یک نفر آمد گفت که فلانی یادت میاد چند سال پیش 2-3 روزی 1 هفته کارگری کردم در خونت، آمدی مزدم بدی؟ بعد گفتم بذار باشه. خیلی از برادران و مهاجرینمون نه گاف صندوقی دارن، نمیتونن حسابی تو بانک داشته باشن و کارگری میکنن پیش همین همسایه ها، کسانی که میشناسن پولشونو میگذارن. 50 تومن کار کردن تحویل میدن، 100,000 تومن کار کردن تحویل میدن، 500,000 تومن کار کردن تحویل میدن. شیخ آخر سال که میخوام بریم این پول ما بده تا بریم. آدمی زاده که نمیدونی که. از اینجا رفت تا حاج آباد، مرد. کسی هم دوستی حالا این پول دو دستت مونده چه کار باید کرد؟ بعد از چند سال برگشت گفت یادت چند روز پیش، چند سال پیش تو کار کردم، مزدم نگرفتم، گفتم پیشت باشه برمیگردم. من همونم. اونم آماده بود. گفت بیا برادرم، الحمدلله که آمدید، که این امانت واقعا کمر منو خم کرده بود. بردش در، گفت این گله گاو، این گله شتر، این گله بز و گوسفند، این پارچه ها در اون انبار باز کرد، اینا همه مال خودته. گفت فلانی از من مسخره میکنی؟ من که این همه مال نداشتم. گفت درسته تو نداشتی، ولی اون مبلغ تو این چند سال من تو تجارت انداختم، خدام برکت داده. اینا همش مال خودته، هیچ چیزش مال من نیست. اونم مطمئن شد که این صادقه، همش مال خودشه. همه رو به سینه انداخت، هرچند میتونست بار شطور کرد و چارپایان کرد و گله هاشو هرچی مال و املاک داشت به سینه انداخت و رفت. اینم گفت الحمدلله که امانتت پس گرفتید. گفت خدایا اگر این امانت داری رو صرفاً در امانت خیانت نکردم به خاطر تو و این امانت رو نگه داشتم و سالم و کمال و تمام به صاحبش برگردوندم، خدایا مشکل ما رو حل کن. صخره تکان خورد، غلطید یک طرف، هر 3 نفر در آمدن، خوشحال شدن. هر کدوم از ما قطعا یه جایی برای شهرت کار کرده، تو دلش آمده اگه اینجا تعریفش نکنن ضایع میشه، باید تعریفش بکنن. شده یا نشده؟ انسانه، ضعیفه، کمبود داره. چرا باید به خدا بگیم مواظبمون باش؟ چرا همیشه باید نیتمون تجدید بکنیم؟ چرا باید یه جمع خوبی داشته باشیم که همیشه به هم تذکر خیر بدیم؟ وگرنه خودخواه میشیم، مغرور میشیم، حسود میشیم، دیدن تنگ میشیم، کم طاقت میشیم. باید تعریفمون بکنن. خیلی وقتا تو نمازامون هم مشکله. اگه دیدیم یه نفر آدم با وجاهتی کنارمون ایستاد، نمازمون یکم سنگین‌تر و درست‌تر و فلان، ولی تو خونه وقتی نماز میخونیم چقدر سریع میخونیم. پس کسی نیست که مشکل نداشته باشه، ولی کسی هم نیست که تو پروندهش نکات درخشان نباشه. هر کسی 40-50 سال از خدا گرفته، 1 بار 2 بار 10 بار 100 بار کاری به خاطر خدا انجام داده، همون 100 بار به دردت میخوره. اگه 1 بار همون 1 بار دستگیرته. این 3 نفر 3 تا نقطه درخشان رو پیدا کردن، هر کدوم یک